Shvidovadze, Really good performance of him. Gurjitabori, And let's try the شهروندی switch. فدراسیای Net number روسیه 3. در این دوره دوم غلبه به دست آورد و اکنون ما توجه Times میکنیم best contest that we با see سعید here. We're gonna ابراروف. see, حالا همین چهره قشنگ واقعا همه دلهای میلیون ها نفر مخلصان گوشین جدای کشور را نشاط و شادی داد در دو دیداری که در دو سفری که انجام داد. در رقابت اولش جای پنجم و در مسابقات گرند اسلم تاشکند میزینه سیوم افتخاری و سیومین نفری که صحیفه آن همین دستاورد جودوی تاجیک رو در گرند اسلم رنگ و جلوی تازه داد. شهباز سعید ابراروف، پهلوان 20 ساله تاجیک در مقاومت حریف پرقوت خود از ترکیه یلدیز صالح هم 31 نیروسنجی های سطحی بین المللی را انجام داده است. چمپیون اروپا میان جوانان در سال 2019 است و میان جوانان در چمپیونات اروپا هم نوامبر سال 2020 برنده مدال برنجی محسوب می‌یابد. در چمپیونات جهان هم میان جوانان اکتبر سال 2019 جایزه سیوم مدال برنجی نصیب ورزشگر خلعت کبود داشته گردیده است. و پهلوانی جوانی 20 ساله تاجیک باشد. امروز میبینیم که در تبلیسی معذرت از بیننده زکی در اولین قدمش در تاشکند بود که مقام پنجم را به دست آورد، برای مدال برنجی مبارزه برد و مارت 26 مارت در تبلیسی در مسابقه گرند اسلم این چهره به دریافت زینه سیوم شرف یاب گردید. 5 مارت در شهر تاشکند جای پنجم رو چون گفتیم که اشغال کرد. در بیشکک در جام آسیا میان جوانان مدال برنجی دارد. رقابت هم پرشیده تر میگردد. دستای آنده که باز هم مشکل تر برای سیب دیدن پهلوانی تاجیک، اما شهباز سعید ابراروف اینجا هم به آسانی از این ورطه از این حالت رها می‌یابد. تحت راهبری رؤوف حکومت مشق ورزی میکند. شیدو به شهباز سعید ابراروف داده شد. این دومین شیدو است و وضعش در این روند اندک خوب نیست. براستی شهباز باید با قامت راست هنرنمایی کند. شهباز یک حرکت دیگر را اینجا چون آغاز کرد، باز هم دیگر باره مبارزه میبرد و چون در این لحظه ها هم بسیار صورت افزایی و حمله های پی در پی یلدیز صالح خیلی بیشتر به نظر می رسند. و به رقیب شهباز هم باید شیدو دهند. اما باز هم ببینید که چگونه افتیدن حرکت ها، ببینید به همه سمت رجوع میکند نماینده ترکیه. چپ راست سری آستین گریبان کمربند در 10-12 ثانیه چند عملی خیلی معمول جودو را هم هدف استفاده قرار داد. از سری آستین پشت کردن این ترتیبی باز هم مبارزه با جریان عمل بسیار هم تأسف. اما سلسله آگاهی ها شهبازی تاجیک را از ادامه رقابت ها محروم کرد و پهلوانی ترکیه در این دیدار یلدیز غلبه به دست آورد و اکنون با چهره سرشناسی رقم 3 سیاره از فدراسیای روسیه